در این ویدیو به سراغ نقد و بررسی تیزر زبان اصلی قسمت 42 سریال حکایت ما میریم. پس تا انتهای ویدیو همراه ما باشید تا اتفاقات این قسمت از سریال رو با هم بررسی کنیم. لطفاً قبل از دیدن ویدیو برای حمایت از ما حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید تا به افراد علاقه‌مند بیشتری نمایش داده بشه. تیزر قسمت 42 سریال در ادامه اتفاقات افتاده در قسمت‌های 40 و 41 خواهد بود. در تیزر زبان اصلی این قسمت می‌بینیم که شوریا به کمک خواهرش کانچان پی به رفتار زشتش میبره و در نهایت در روز بعد به اتاق و اقامتگاه آنوکی میره تا از او عذرخواهی کنه. در این بین پسر خجالتی سریالمون از عشقش عذرخواهی میکنه و در ادامه به آنوکی اعلام میکنه که از دانشگاه انصراف نده و به کاپورتالا سفر نکنه. شوریا از طرفی عاشق و دلباخته آنوکی شده و اصلا دوست نداره آنوکی رو از دست بده. میدونه اگه آنوکی به شهر دیگه ای سفر کنه دیگه هرگز اون رو ملاقات نمیکنه. از یه سمت دیگه شوریا بسیار روی آنوکی متعصبه و میدونه که دختر رویاهاش بسیار پرتلاشه و دانشجوها با اذیت کردن اون قصد دارن فراریش بدن و نذارن تحصیل کنه. آنوکی وقتی پشیمون بودن شوریا رو میبینه میخواد با اون صحبت کنه و شوریا رو قانع کنه که برگه انصرافی رو بهش بده. مثل اینکه آنوکی دیگه نمیخواد در این دانشگاه تحصیل کنه و قصدش برای سفر به کاپورتالا جدیه. اما شوریا رو به آنوکی اعلام میکنه که برگه‌ای در کار نیست و اجازه نمیده از این دانشگاه بره. در این بین پدر و مادر شوریا سر میرسن و صحبت‌های شوریا به گوششون میرسه. شان رو به پسرش اعلام میکنه که تصمیم اصلی به دست آنوکیه و اگر اون بخواد از دانشگاه بره هیچ کس نمیتونه جلودارش باشه و اون نباید با قلدری و لجاجت آنوکی رو مجبور به موندن کنه. شوریا وقتی برخورد پدرش رو میبینه میفهمه که باید حد خودش رو رعایت کنه و چیزی رو به اجبار به کسی تحمیل نکنه. در طرف مقابل آلوک فهمیده که شوریا به عمارت آنوکی رفته و به پیش دیوی میره و یه جریان و دعوای جدید به راه میندازه. فکر کنم آلوک خوشش از آنوکی نمیاد و میخواد هر جور شده رابطه بین این زوج رو به نابودی بکشونه. آلوک تا میتونه دیوی رو بر علیه شوریا و آنوکی تحریک میکنه و کلی داستان حکایت برای اون تعریف میکنه تا حسابی دیوی رو عصبانی کنه. آلوک با این کار میخواد عشق آنوکی و شوریا رو برای همیشه نابود کنه و در این موقعیت خاص زهر خودش رو بریزه. دیوی بعد از فهمیدن این داستان و شنیدن حرفای آلوک خونش به جوش اومده و به آستا تلفن کرده و به اون اعلام میکنه که مایه ننگ تمام خانم‌ها شده. دیوی هر ناسزایی که بلده رو بار آستان میکنه و آبرویی برای اون نمیذاره. اما این بار آستا جلوی دیوی ایستادگی میکنه و به اون گوشزد میکنه که بهتره خودش رو به یک روانپزشک نشون بده، چون که فکر میکنه تمام روابط باید یه منفعتی داشته باشن و اصلا فهم و درک از عشق نداره. بعد از اینکه آستا جواب محکمی به دیوی میده کمی دلش خنک میشه، اما دیوی با خودخواهی هرچه تمامتر به آستا میگه که به زودی شان تو رو طلاقت میده و میبینی برای چه آدمی خودت رو به آب و آتیش زدی. آستا وقتی این ماجرا رو میفهمه به یاد کابوس 25 سال پیش میفته و میفهمه قرار دوباره همون جریانات و اتفاقات تلخ رو تجربه کنه. در آخر هم بچه‌های دانشگاه از رفتن آنوکی خیلی خوشحال شدن. در بحث بین این دانشجوها یکی از اونا از دفاع شوریا از آنوکی صحبت میکنه و به این خاطر ویدیو از خداحافظی کنایه‌آمیز خودشون با آنوکی رو در فضای مجازی پست میکنن تا آنوکی و شوریا با دیدن این ویدیو ناراحتیشون بیشتر بشه و همچنین تصمیم آنوکی برای جدایی از دانشگاه مصمم‌تر بشه. پس به نظر میرسه آنوکی و شوریا حسابی در قسمت 42 تنش‌های بزرگی رو قراره تجربه کنن و این زوج دوست داشتنی سریالمون باید با آدم‌های بدذات زیادی رویارویی داشته باشن و از خودشون در برابر این افراد دفاع کنن. پس به این شکل قراره در قسمت 42 شاهد لو رفتن طلاق آستا و شان، جدایی شوریا و آنوکی و همچنین دعواهای بین شوریا و پدرش باشیم. این هم از بررسی تیزر قسمت 42 زبان اصلی سریال. امیدوارم از توضیحات ما راضی بوده باشید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا از ما حمایتی کرده باشید و اگر هم ویدیو و تحلیل ما رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید تا به افراد علاقه‌مند بیشتری نمایش داده بشه.